مراقبه پاکسازی با نور سفید و قدرتمند فرشته متاترون. به نام خدایی که هر لحظه در وجودمون حضور داره. من به عنوان تجلی خدا نور درونم رو می‌افروزم. DNA خودم رو فعال می‌کنم تا به توانایی‌های بعد 5 و بالاتر از بعد 5 دست پیدا کنم. من اجازه میدم که الوهیت درونم به روش‌های شگفت انگیز ظهور پیدا کنه. سپاسگزارم که این کار طبق اراده خدا و روح برترم انجام میشه. من پرتوهای نور عروجم را فرا میخونم تا هر روز و هر ساعت بر تموم وجودم بتابن و اونو لبریزش کنن و این چنین میشه. یه جای خلوت و آروم رو انتخاب کن و بشین. اگه نشستن برات سخته میتونی دراز بکشی، فقط بالش زیر سرت نباشه، بدن در یک راستا باشه. برای وارد شدن به این فضای مقدس درونی شروع کن به چند تا دم و بازدم عمیق و طولانی. با هر دم قفسه سینه، شکم پر میشه از انرژی حیات و به سمت جلو میاد. با هر بازدم شکم و قفسه سینه خالی میشه و به سمت عقب برمیگرده. 5 تا تنفس رو به همین شکل ادامه بده. حالا به آرومی چشمای نازنینت رو ببند و وارد حریم مقدس درونیت شو. هندسه مقدس رو در زیر نشیمنگاه خودت تصور کن. حالا تصور کن نور 12 بعدی متاترون که به رنگ سفید نقره‌ای شفافه از مرکز عالم کهکشان به چاکرای تاج شما که بالای سرت قرار داره وارد میشه. در قسمت بالای سر این نور سفید درخشان بعد از چرخش در چاکرای تاجی این چاکرا رو پاکسازی میکنه. حالا این نور سفید درخشان رو درست در وسط پیشونی محل چاکرای سوم تصور کنید. بعد از چرخش در پیشونی چاکرای آجنا یا چشم سوم پاکسازی میشه. حالا قسمت گلو و پشت گردن رو تصور کن. این نور سفید درخشان و نقره‌ای شفاف قسمت گلو و پشت گردن رو پاکسازی میکنه و به حالت چرخش در میاد. حالا ازت میخوام که این نور سفید رو به چاکرای قلبت بیاری، درست وسط قفسه سینه‌ت. در چاکرای قلبت 12 تا دم و بازدم انجام بده.
بعد از 12 تنفس در چاکرای قلب این نور سفید رو به چرخش در بیار تا چاکرای قلبت رو پاکسازی کنه. حالا نور سفید شفاف متاترون رو به چاکرای خورشیدی که 4 انگشت بالای نافت قرار داره ببر. بعد از چرخش نور متاترون چاکرای خورشیدی تو رو پاکسازی میکنه. حالا این نور سفید رو به سمت نافت ببر. در قسمت ناف بعد از چرخش چاکرای ناف پاکسازی میشه. حالا این نور سفید رو به چاکرای جنسی یا خاجی میبریم و چرخش و پاکسازی رو انجام میدیم. چاکرای خاجی 4 انگشت زیر ناف. بعد از چرخش نور متاترون در چاکرای جنسی حالا این نور رو به سمت چاکرای ریشه هدایتش میکنیم. نور سفید متاترون رو در چاکرای ریشه به چرخش در بیار. چاکرای ریشه به زیبایی پاکسازی شد. حالا این نور سفید درخشان و شفاف متاترون رو به کف پاها ببر. در قسمت کف پا چرخش و پاکسازی رو انجام بده. حالا تصور کن که این نور وارد زمین میشه از طریق کف پاها و بعد از چرخش دوباره این نور سفید از زمین به سمت بالا میاد. از کف پاها و تمام چاکراها به ترتیب عبور میکنه و بعد به سمت چاکرای تاج و بعد مرکز کهکشان ارسال میشه. تمام چاکراهای شما به زیبایی پاکسازی شدن. از روح هستی و پادشاه عالم سپاسگزاریم. حالا میتونی چشماتو باز کنی و برای چند لحظه در این حس زیبا باقی بمونی.